در شهر هرتین سوال پیش اومده بود که مگه مهمه چه بازی رو برای چه سنی انتخاب میکنیم؟ آی خونه دارو بچه‌دار، کنسولتو بردار بیار. انواع بازی جدید رسید آتم. چند تا بازی جدید بده ببرم منزل، با منزل بچه‌ها گیم کنیم. الان چند تا بازی خفن بهت میدم کفت نمونه داد. برای خودت و بچت یه بازی میبری؟ چه فرقی میکنه؟ بازی دیگه. در مورد فیلم هم نظرت همینه؟ آره دیگه، چه فرقی در واقع. من آدم ها رو با سم نمی کشم، از روشون رد میشم. بدین چرا؟ میزم درد. بابا میخواستم فیلم ببینم. نه اون فیلم مناسب تو نیست، بیا اینو ببین. فیلم که من غلط خوردم. خیلی فرق میکنه. نه فرق میکنه. خب بازی هم همونه دیگه. یعنی اینم قورباغه کشته کشتر داره؟ حتی بدتر از اون. ای وای من بدبخت شدم که دیروزم چند تا قورباغه نه کلی بازی خریده بودم که. والدین محترم دقت کنین که بازی چون اسمش بازی دلیل نمیشه که همش سالم و پاسداریزه باشه. همونطور که تو انتخاب فیلم و کتاب برای بچه‌هاتون دقت میکنین، تو انتخاب بازی هم دقت کنین. سایت chebazی.ircg.ir یا سامانه تلفنی 021 58 129 میتونن تو انتخاب بازی مناسب کمکتون کنن که بازی قورباغه‌دار و تایتانیک دار نخرین. چرا دور من آجور میکنین داد؟ من برای داد خودم هم از همین آوردم زون تو. داداشت مگه چند سالشه؟ همه 67 سالشه، ولی فرقی نمیکنه داد. اون هر چند سالش هم باشه بازم برای من داده.